پلیس وقتی رسید اونجا با این صحنه روبرو شد که یه دختر 20 ساله، یه پسر 21 ساله گوشه خونه پر از خون افتادن، یه پسر دیگه هم که شمشیر تو دستشه خودش هم مجروح شده و یه گوشه دیگه افتاده. درود به همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علی هستم و این تو چنل انیگما. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. یه پرونده جنایی اومدیم با هم دیگه بخونیم و بررسی کنیم و پیش ببریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. این پرونده جنایی مربوط به چند تا دانشجوی دهه 80 که گیمر هم بودن و یه شب توی خونه جمع میشن و یه بازی طراحی کنن که متاسفانه قتل صورت میگیره و اومدیم این پرونده رو با هم دیگه ببریم جلو و شما هم لطفا ویدیو رو تا آخر ببینید و اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خب بریم به ساعت 12 دوشنبه 23 بهمن 402. یه دختر که از صداش معلوم بوده خیلی ترسیده و وحشت کرده زنگ میزنه 110 و خبر قتل دوستاشو توی واحد مسکونی میده و پشت تلفن میگه که یکی از دوستامون با شمشیر دو تا دوست دیگه‌مون رو به قتل رسونده و حال خودش هم اصلا خوب نیست. بعد که این خبر پلیس داده میشه سریعا خودشون رو میرسونن به اون منطقه که این اتفاق افتاده. وقتی وارد اون خونه میشن میبینن یه دختر 20 ساله، یه پسر 21 ساله گوشه خونه افتادن، خون همه جا رو برداشته و اون کسی که شمشیر دستش بوده همچنان شمشیر دستش و حال خودش هم اصلا خوب نیست و زخمی شده، یه گوشه دیگه افتاده. این واحد مسکونی که این اتفاق داخلش افتاده توی جنت آباد تهران بوده و اورژانس هم سریع خودش رو میرسونه بعد از پلیس. اون کسی که شمشیر توی دستش بوده که اسمش پوریا بوده اونو سریع انتقال میدن به بیمارستان. انقدر شدید بوده اون زخما و جراحتایی که رو بدن خودش بوده که اصلا نمیتونسته حرف بزنه، در این حد آسیب دیده بوده که حتی قدرت تکلم هم نداشته و تو این وضعیتی هم که بوده هیچ کس نمیتونسته دیگه چیزی ازش بپرسه که آقا چی شده، چرا این اتفاق افتاده. چند سالته؟ 21. سابقه ای داری؟ خیر. تحصیلات؟ در حال تحصیل کارشناسی بودم، رشته مهندسی کامپیوتر. و اینجا که پلیس دید هیچ حرفی نمیتونه با پوریا بزنه و هیچ سوالی بپرسه تحقیقات خودش رو شروع میکنه. از اون طرف خب 2 نفر به قتل رسیده بودن، از اون طرف هم پوریا رو داشتن که اصلا نمیتونه حرف بزنه. میموند 2 تا دختر دیگه، یه نفرشون همونی بود که پلیس اطلاع داده بود، یه نفر دیگه هم دوستش بود که حالا اون شب تو اون خونه بوده. 2 تا دختر 20 ساله که پلیس شروع میکنه ازشون بازجویی کردن و یکی از دخترها شروع میکنه داستان رو تعریف کردن. میگه ما 5 تا دانشجو بودیم رشته برنامه‌نویسی کامپیوتر، از چند وقت قبل با هم دیگه صحبت میکردیم و یه برنامه‌ریزی کرده بودیم که 5 تامون با هم یه بازی کامپیوتری رو طراحی کنیم، ولی خب چون که از این 5 تا 4 نفرمون شهرستانی بودیم، شهرهای مختلف زندگی میکردیم، خیلی سخت بود هممون بخوایم توی خونه جمع بشیم. گذشت تا اینکه رسیدیم به 3 روز قبل از این حادثه. ما 5 تا بالاخره تصمیم خودمون رو گرفتیم، خواستیم تصمیممون رو عملی کنیم و قرار شد که حتما این پروژه رو با هم دیگه انجام بدیم. اومدیم یه خونه توی جنت آباد که به صورت روزانه اجارش میدادن پول گذاشتیم روی هم و 1 هفته اجارش کردیم. قرار بود که تو این 1 هفته بازی طراحی کنیم و تمومش کنیم. شب اول تو اون خونه که بودیم تولد رامین بود، ما تو همون خونه براش جشن گرفتیم و یکی از بچه‌ها براش یه شمشیر کادو گرفت، چون رامین عاشق بازی مورتال کامبت بود و شمشیر به خاطر همون براش کادو آورده بودن. یه شمشیر سامورایی بود که متاسفانه همون شب با همین شمشیر رامین به قتل رسیده. و اینم گفت قبل از اینکه بخوایم تولد رو بگیریم یکی از بچه‌ها ماشروم آورده بود و گفت بیان مصرف کنیم و ما مخالفتی نکردیم. 3 تا دختر بودن تو اون خونه با 2 تا پسر به اسم رامین و پویا. این 2 تا دختری که الان زنده هستن زیاد عادت به مصرف مخدر و ماشروم و اینا نداشتن، ولی اون 3 نفر یعنی یکی از دخترها با اون 2 تا پسر مثل اینکه زیاد مصرف میکردن و عادی بوده براشون، هر وقت بوده مصرف میکردن و به خاطر همینم این 2 تا دختر کمتر مصرف میکنن چون یه ترسی داشتن. اون 3 نفر استفاده بیش از حد داشتن، زیاد ماشروم خوردن. گفتیم بیایم چیکار کنیم؟ ماشروم مصرف کنیم.
بعد از یه چند ساعتی که از مصرفمون گذشت، قشنگ ما داشتیم میدیدیم که دوستامون از حالت طبیعی دارن خارج میشن. یعنی یکیشون مثل اینکه تو خونه داشته همینجوری راه میرفته، به جای مختلف خیره میشده، صحبت میکرده با قسمت‌های مختلف خونه. یکیشون فاز خنده برداشته بود و بهمون میگفته که صداهاتون و قیافه‌هاتون خیلی خنده‌دار شده، کلاً داشت میخندید. یکی دیگه‌شون فاز غم برداشته بود و یه گوشه برای خودش نشسته بود داشته آهنگ گوش میداده. این دوتا دختر وقتی این وضعیت رو میبینن و حال هوای اون خونه رو میبینن میترسن. یکیشون میگه که بیا از خونه بریم که وضعیت فعلا مناسب نیست و من دارم میترسم و اینجا خطرناکه، بریم یه چند ساعت دیگه دوباره برمیگردیم. اینا هم از خونه میزنن بیرون، همجور تو خیابونا داشتن میگشتن و تا اینکه نزدیکای صبح میشه این دوتا دختر میرن خونه یکی از دوستای دیگه‌شون، اونجا میمونن، یکم میخوابن و استراحت میکنن و نزدیکای ظهر که میشه دیگه برمیگردن به همون خونه‌ای که اجاره کرده بودن. بعد این 5 نفر 2 نفرشون اول یه نژاد ضعیفتر، مقدار کمتر نژاد ضعیفتر مصرف کردن. حالشون خوب بود، حالا مثلا 4 ساعتون بالا بودن، صحبت میکردن، میخندیدن، حالشون خوب بود. ما 3 نفر که مصرف کردیم مثلا انتظار داشتیم که قوی باشه ولی 10 برابر بازم از اون قوی تر بود دیگه. همه چی تو هم حل شده بود، مثلا مرز وسایل رو نمیتونستیم تشخیص بدیم، بدن خودمون رو نمیتونستیم تشخیص بدیم. جوری بود که چند ساعت اول اصلا من نمیتونستم صحبت کنم. تو را که داشتن میرفتن به همون خونه با هم دیگه حرف میزدن، میگفتن آره دیگه تا الان حتما هر فازی هم داشتن تا الان پریده و حالشون احتمالاً اوکیه. همینجوری داشتن با هم دیگه حرف میزدن راجع به اینا که میرسن در خونه، کلید میندازن، وارد خونه که میشن میبینن شمشیر رو دست پوریا یه گوشه افتاده، اون دوتا دوستشون هم جون خودشون رو از دست دادن. یه مدتی هم از این قضیه میگذره، پوریا تو بیمارستان حالش بهتر میشه و وقتی که دیگه میتونه صحبت کنه پلیس میره و ازش بازجویی میکنه. یه سری سوال و جواب بین پلیس و پوریا رد و بدل شده که الان اومدیم ببینیم چیا پرسیده شده و چه جوابایی پوریا داده. چند وقتی که همدیگه رو میشناسیم، گفته ما خیلی وقت نیست که با همدیگه آشنا شدیم و هممون دانشجو هستیم که البته هممون توی دانشگاه هم درس نمیخونیم و فقط به خاطر اینکه بتونیم یه گیم بسازیم با همدیگه بیشتر صمیمی شدیم و می‌خواستیم یه بازی رو با همدیگه طراحی کنیم. چرا 5 تاتون توی خونه با همدیگه جمع شدین؟ میگه همونطور که گفتم می‌خواستیم یه بازی طراحی کنیم و به خاطر اینکه هر کدوممون تو شهرستان‌های مختلف بودیم نمیشد خونه یکیمون جمع بشیم و تصمیم گرفتیم وقتی که توی تهران داریم درس می‌خونیم و دانشگاه میریم اونجا یه خونه اجاره کنیم و تو یه هفته این بازی رو جمع کنیم. تا از شب حادثه یکم بگو چی شد که این اتفاق افتاد. میگه که ما تصمیم گرفتیم اون شب ماشروم مصرف کنیم. من و رامین و مهیا تو مصرف ماشروم یکم زیاده روی کردیم. یه چند ساعتی که گذشت تأثیرش خیلی زیاد شده بود روم. مهیا فاز خنده برداشته بود. رامین از این خنده های مهیا عصبی شده بود و هی بهش میگفت نخند، خیلی رو اعصابی. ولی من فاز غم برداشته بودم و یه گوشه نشسته بودم داشتم برای خودم آهنگ گوش میدادم. از کجا فهمیدی که توهم زده بود؟ چیزی میگفت که همش داشت میخندید. میگه مهیا همش داشت به هممون میخندید، میگفت قیافتون عجیب غریب شده، صداتون عجیب غریب شده و بلند بلند به هممون داشت میخندید. از اون طرفم رامین عصبی شده بود از خنده های مهیا. هرچی میگذشت تاثیر مواد بیشتر شده بود روی مغزم و اصلا نمیتونستم تشخیص بدم چی درسته چی توهمه چی واقعیه. خیلی وضعیت عجیبی داشتم وقتی یه گوشه خودم نشسته بودم. من و یه پسر و یه دختر با هم 3 نفری این قوی تر مصرف کرده بودیم. حدود ساعت 5 صبح بود. همین مثلا فکر می‌کردیم دیگه حالت عادی نمیتونیم برگردیم، بحث خودکشی شد که دیگه خودمون رو بعد بکشیم راحت بشیم از این تاثیراتش. پسرت کل این مدت ساکت بود. بعد بدون اینکه هیچ کلمه‌ای بگه ما داشتیم صحبت می‌کردیم، یهو پا شد لباسای خودش رو پاره کرد، برداشت وسایلی که مثلا روی اون آباژور کنار تخت بود اونو کلا شکوند، شیشه رو شکوند. بعدش مهیا شروع کرده بود کلید کردن و یه سری سوال و کلمه تون پشت سر هم یا سوال میپرسید یا یه کلمه رو پشت سر هم تکرار میکرد. مثلا هی میگفت ساعت چنده، ساعت چنده، ساعت چنده. و از اون طرف هم رامین فاز عصبانیت برداشته بود، خیلی ریز شده بود رو حرفای مهیا و با حرکات مهیا عصبانی تر میشد. همینطور که مهیا هی داشت یه جمله رو تکرار میکرد رامین عصبانی شد، اومد سمت مهیا که پاش رفت روی عینک مهیا و عینکش شکست. اینجا مهیا وقتی دید عینکش شکسته یه جیغ بلند کشید که همین باعث شد رامین عصبانی تر بشه.
میخواست حمله کنه به سمت مهیا که من رفتم گرفتمش، کشیدمش یه گوشه، داشتم باهاش صحبت میکردم، هی اسمش رو صدا میزدم که بتونم هوشیارش کنم که البته موفقم نبودم چون خودم همچین هوشیار نبودم. وقتی که برگشتیم پیش مهیا دیدیم اون 2 دختر رفتن از خونه. این کارای رامین و مهیا باعث نشد تو عصبانی بشی. گفته من اصلا یه فاز غمگین و آروم و عرفانی داشتم، نه روی خنده افتاده بودم و نه عصبانی میشدم، اصلا خیلی حالم خوب بود و یه حالت خیلی آرومی داشتم و فکر میکردم خیلی بیشتر از زندگی میفهمم و این زندگی که دارم اصلا به درد نمیخوره. بعد از اینکه دیدم رامین شروع کرد به شکستن وسایل، من رفتم تو آشپزخونه، یه چند تا از وسایل برداشتم، شکستم، با یه تیکه از شیشه‌ای که رو زمین افتاده بود میخواستم رأیمو بزنم چون فکر میکردم خیلی بیشتر از زندگی میفهمم و این زندگی که دارم به درد نمیخوره. یه چند تا زخم به خودم زدم، دیدم خیلی درد داره، نتونستم انجامش بدم. تو همین حال بودم که یه لحظه صدای جیغ شنیدم، رفتم توی حال، دیدم شمشیر دست مهیاه، یه ضربه خیلی شدید به یکی از دستای رامین زده بود و رامین افتاده بود و اونجا پر از خون شده بود. من تو همون حالت خیلی آروم بودم و رفتم نشسته بودم روی مبل، داشتم نگاه میکردم، دیدم مهیاه با شمشیر بالا سرش وایساده و یه ضربه دیگه هم به گردنش زد. اومد سمت من اصلا نمیتونستم حرف بزنم، اومد سمت من و گفت دستتو بده، منم دستمو گرفتم جلوش، یه ضربه هم به دست من زد و اونجا بود که یه شوک بهم وارد شد. سریع بلند شدم و با همون چیزی که میخواستم رایمو بزنم فرو کردم به گردن مهیا و مهیا افتاد. رگای خودمو زدم، روی مواد بودیم، اصلا نمیدونم الان حتی یادم نمیاد به خاطر چی این کار کردم، یادم نمیاد چی فهمیدیم که تصمیم گرفتیم خودکشی کنیم و رگای خودمو زدم، رگ دست راستم رگاشو زدم، دست چپم رگاشو زدم، گردنمو رفتم تو اتاق خودم زدم و دوبارم چاقو رو کردم توی قلبم، می‌خواستم بکنم که حالا به قلبم درد اینا رو حس نمی‌کردی؟ درد و اینا حس می‌کردم ولی اینجوری بود که مثلا یعنی تو فقط قتل مهیا رو گردن میگیری؟ میگه آره رامین و مهیا کش و من فقط مهیا رو کشتم. بعد ازش پرسیدن چرا رو دیوار حرف اس رو کشیدی به انگلیسی؟ گفته خیلی شوک شده بودم، نمیتونستم اصلا حرف بزنم و وقتی دیدم همینجوری داره خونریزی میکنه میخواستم ازش معذرت خواهی کنم و روی دیوار میخواستم بنویسم ساری که نتونستم کاملش کنم و همون اس فقط تونستم بکشم. بعد دیدم حال خودم هم خیلی خوب نیست، رفتم سمت موبایلم که به یکی از اون دخترها که رفتن بگم چه اتفاقی افتاده که سریعتر بیان. وسط پیام دادنم از هوش رفتم و چند روز بعد توی بیمارستان به هوش اومدم. من 2 روز بعدش بیمارستان بیدار شدم، اصلا باور نمی‌کردم که این اتفاق افتاده. جوری بود که انگار از خواب بد بیدار شدم. و بعد از اون اعترافایی که انجام داد قرار شد که دادگاه پوریا برگزار بشه و بعد از تمام اتفاقایی که افتاده قرار حکم نهاییشو اعلام کنن. خب دوستان این بود از پرونده جنایی که امروز با هم دیگه بررسی کردیم که متاسفانه چند تا جوونی که خیلی علاقه داشتن به گیم و تو آینده قرار بود کلی بازی طراحی کنن متاسفانه به این سرنوشت دچار شدن و که به خاطر یه هدف بری توی خونه ولی به خاطر مصرف ماشروم این اتفاق بیفته. اتفاق عجیبی بود واقعا. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. نظرتون رو راجع به این پرونده جنایی، راجع به این اتفاقی که افتاده حتما برام کامنت کنید. اگرم از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو حتما فعال کنید که اگر ویدیو جدید گذاشتم مطلع بشید. امیدوارم همیشه شاد باشید. بدرود.